سرخط خبرها. تلاش نهادهای استخباراتی برای بدنامسازی امارت اسلامی. سهیل شاهین میگوید برخی نهادهای استخباراتی در تلاش پیوند دادن تیراندازی امریکا به امارت اسلامی اند. پاکستان موجودیتش در این منطقه جنایت است که از طرف جهان صورت گرفت. درخواست سازمان ملل از پاکستان بر تجدید نظر درباره بستن گذرگاه‌ها. اسحاق میگوید احتمالاً پاکستان اجازه ورود اقلام غذایی ضروری به افغانستان را بدهد. اظهارات تأخیر وزیر خارجه پاکستان یک حقیقت واقعی نیستند. پاکستان چون از کشورهای غریبی یک پروژه داشت. سفر معین زراعت و مالداری ازبکستان به کابل. او در دیدار با همتای افغانی خود بر تقویت همکاری‌ها در بخش زراعت تاکید کرد. ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و تجار بحث و تبادل نظر نمودند. و انتقاد حماس از نقض مکرر آتش‌بس در غزه. سخنگوی حماس از میانجی‌ها خواست مانع نقض آتش‌بس توسط اسرائیل شوند.